رقص آذربایجانی اینجوری 2 تا حرکت تکسیل محکم بزن. آها، پا رو بیار پشت پا روی ناخن پا، حالا بیارش جلو روی پاشنه. حالا یه اتولمه. حالا تکرار کن. از اینجا هم بهت آموزش بدم، تک سیله انگار داری سیلی میزنی ولی با پا. خب پس پاها باید جمع میشه، محکم ضربه میزنه به سمت جلو. حالا با این پا یه جهش هم داریم. ببین 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. سر پا به صورت پوینت هست، یعنی نوک پا به سمت زمینه. میبینی پا اینجوری نیست، صاف نوک پا روی زمین. خب این میشه تکسیله که گفتم 2 مرتبه میزنیم. حالا حرکت بعد این بود که پا میاد پشت پا، نوک پا به سمت زمینه. حالا همین پایی که پشت پا بود و روی نوک پا بود و میاریمش جلو و روی پاشنه این بار میذاریمش به این صورت. آها خوبه. و پا میاد روبروی خودمون. این بار میخوایم یه حرکت اتولمه بزنیم. اتولمه چیکار میکنه بچه‌ها؟ اتولمه جهت پا رو عوض میکنه. یعنی اگر الان پای راست من جلو هست، با زدن اتولمه یا همون حرکت قیچی یه حرکتی میزنیم که پای چپ این بار بیاد جلو. یعنی 1 2 3. خب این بار این پا اومد جلو و تمامی حرکتایی که اون موقع تا انجام دادیم رو با پای چپ انجامش میدیم. یعنی 2 تا تکسیل میزنیم. خوبه. پا میاد پشت، پا میاد جلو و دوباره یه اتولمه دیگه و نوبت پای راست میشه. به همین راحتی شما میتونید این تمرین رو انجام بدین و از این رقص زیبا لذت ببرید.